آخر رجمون رو تموم میکنیم. آخر رج به 3 زنجیره اول بست میزنیم. شروع 3 زنجیره داخل همون گندم یه پایه بلند میزنیم. اینجا میخوایم مدل بندازیم که بشه 2 تا پایه بلند. 6 تا زنجیره میزنیم. خونه بعدی 2 پایه بلند. به این شکل. دوباره 2 تا از گندمی ها رو رها میکنیم. گندمی سوم 2 تا پایه بلند میزنیم. 1 2. دوباره مدل رو میندازیم. 6 تا زنجیره. گندمی بعدی 2 پایه بلند. به این حالت. دوباره 2 تا خونه رها میکنیم. گندمی سوم 2 پایه بلند. 6 تا زنجیره زده. گندمی بعدی 2 پایه بلند. به این حالت تا آخر رنج این مدل رو تکرار میکنیم.